در موتر بودم یک کسی خیلی بد قیافه امروز سوار شد، همینطور گفت تو ملاوری معلوم میشی. من از آخوندای خود سوال کردم که جواب داده نتانسته. گفت مهربانی کو. گفت گپ عزیزته که من بسیار زیاد هیجانیستم، لحظه طاقت کرده نمیتونم به جز از اینکه شهوت خود باید پوره بکنم. من گفتم روزه بگی. گفت روزه هم گرفته نمیتونم. من فهمیدم که هدف این جوان چی است. من گفتم جوان هدف تو را من فهمیدم، منظوری تو ای است که چرا این پابندی از طرف دین گذاشته شده که اینی زنا هست و این زنا حرام است، اگر کسی مرتکب شود سنگسار میشه. همینطور نیست؟ باید هر کسی که تقاضایش پیدا میشد بعد یک راه برش میاثر شود کی باشه. همینطور است؟ گفت بله اینمی انتقادم است. من گفتم تو مالی قطمه یک جای در موتر سوار نمی بود یک همی کار می بود. گفت چرا؟ من گفتم ترا به الله قسم راستی تا بگو مادری چقدر کاکس پدر چقدر جمال داره. تو هیچ در دنیا نمی آمدی، اگر یه آزادی ها می بودی مادری تو یک اولادم نمی آورد. به خاطر ازی که اولادت میفهمم که خیلی بدرنگ است، زیبا نیست، جمال نداره، هیچ کس قطش تعلقه نمیگرفت. و پدریت هم هیچ کس قطش تعلقه نمیگرفت. تو توری چی میکنه؟ چرا جوانای کاکا را پشتش نمیگرده؟ امی ترکت گفت والا عجیب جواب دادی. گفتم عجیب است. تو دیگه وقتی که از موتر تا شدی پس از او باز خب فکر بکو، سنجش بکو. این دین است که التزام کرده، پدر ملتزم است، اولاد پیدا میشه محنت میکنه. تو جناب که کاکا مویای تا چرب کرده ای و فیسی پهنتون شخصی را چند هزار میدی، از بابیت خبر، از پدرت خبر داری؟ خود رفته کراچی، شلغم انداخته سری کراچی، از صبح که بر آمده خفتن پس در خانه میاد تا بیگار از زبانش خوش شده. الا 50 روپه خلطی، 50 روپه خلطی، 6 روپه فیس بری تو تیار کرده، خبر داری نی؟ و پدر او محبت کی انداخته که پدر این زحمت بکشه برای تربیت تو، برای آبادی تو، برای تعمیر تو؟ میفهمی یا نه؟ من گفتم درک بکو، درک. دین دین است. شما 4 دقیقه یک جای نعوذ بالله مجلس عیاشی براتان مهیا میشه، باز فکر میکنی که یه همه چیز باطل است و همه چیز عبث و بیفایده است. چرا اینطور نشد، چرا اینطور نشد؟ تو باید درک داشته باشی، بفهمی. حاش الكريم يردهم عطشا وقاد وردوا وأصل